عزیزم گریه نکن، این زندگی یک سفره. عزیزم غصه نخور که جان تو در خطره. عزیزم گریه نکن که جان تو در خطره. میدانم دوستم میداری، شب و روز انتظاری. با دلت میگویی که امیدی من تو کی میایی. با دلت میگویی که امیدی من تو کی میایی. حالا هم باور نداری که من از دنیا گذشتم. مرا ببخش عزیزی من که من تو را تنها گذاشتم. مرا ببخش عزیزی من که من تو را تنها گذاشتم. قامتی شکسته داری، یک دلی خسته داری. میدانم ای جانی من صبر دوریم نداری. میدانم ای جانی من صبر دوریم نداری. میبینمت ای جانی من آخر نمیبینی مرا. من پیشتم عزیزی من چرا نمیشنوی صدایم. من پیشتم عزیزی من چرا نمیشنوی صدایم. عزیزم گریه نکن، این زندگی یک سفره. عزیزم غصه نخور که جان تو در خطره. عزیزم گریه نکن که جان تو در خطره. میدانم دوستم میداری، شب و روز انتظاری. با دلت میگویی که امیدی من تو کی میایی. با دلت میگویی که امیدی من تو کی میایی. حالا هم باور نداری که من از دنیا گذشتم. مرا ببخش عزیزی من که من تو را تنها گذاشتم. مرا ببخش عزیزی من که من تو را تنها گذاشتم. تشکر زیاد. یک کفکوبی برای امید تنهایی. کفکوبی دوستان عزیز زنده باشد امید جان. باور کنید فکر میکنم که همین سرود ترانه های امید تنهایی همیشه خیلی میگن دل نامرده، لیکن سرود امید بسیار نامردو را با مرد میکنن. برای همون از طرف روزنامه محبت، از طرف سرمحرر این هفته نامه عبدالرحمن حکیمزاد برای سرود بهترین امید تنهایی یک توفه زور، یک قرصک با دوامشه با عبدالرحمن گپ بزنه. قرصک زنده باشیم. دوستان عزیز، در صنعت امروزه ما برای مردها مشهور شدن بسیار دشوار است. برای بانوان آسان است. با یک دو سرود با رقص‌های عجیب زود مشهور میشوند. سرپرستای بهترین دارن، اما برای مردها بسیار زحمت میکشیم، تلاش میکشیم، سرود میکنیم، آهنگ میکنیم، کلیپ میکنیم. از میان 15-20 سرود شاید که یک سرود یا دو سرود هنرمند را معرفی میکند. امید تنهایی هنرمند جوان است که هرچند در جدای صنعت قدم‌های نخستینش باشد، یعنی که نه چندان سالها شده است، اما
در تمام تاجیکستان مخلصان خود را دارد. سرودهای بهترین می سراید و درد دل عاشقان را می سراید. از همین خاطر رهبریت هفته‌نامه محبت به خلاصه آمدیم که سرودی که امید تنهایی سرای در حقیقت هم سرود خوب و ارزنده و گوشنواز است.